آیا داستان پاسخ بیل گیتس به تماس مشتری را شنیده اید؟ با درود به شما همراهان گرامی. در این برنامه یکی از ماجراهای جالب بیل گیتس که میتواند یکی از بزرگترین درس‌های مدیریتی نیز باشد را برای شما نقل می‌کنیم. همراه ما باشید. با سلام، مسئول پشتیبانی محصولات مایکروسافت روی خط است. چطور میتوانم به شما کمک کنم؟ این داستان دقیقاً همانی است که او تعریف می کند و ارزش بارها تعریف کردن را دارد. بنابراین اگر تا به حال نشنیده اید آن را از دست ندهید. در سال 1989 مایکروسافت مانند امروز شرکت موفقی نبود. با این حال بیش از 800 میلیون دلار فروش و 4000 نفر کارمند داشت. در آن سال استیو بالمر به عنوان معاون ارشد رئیس شرکت انتخاب شد و این شرکت سرور SQL، مایکروسافت ورد 5 برای MS DOS و فروش آفیس برای مکینتاش را آغاز نمود. در سال گذشته شرکت یک مرکز پشتیبانی 49,000 فوت مربعی را افتتاح نموده بود و اخیراً یک نرم افزار پشتیبانی به نام آنلاین پلاس ایجاد کرده بود که درباره محصولات اطلاعات بسیاری را به قسمت پشتیبانی ارائه میداد. و این سالها همان سالی بود که بیل گیتس مشهور دوست داشتنی و موفق به یکی از تماس‌های واحد پشتیبانی پاسخ داد. داستان پاسخ به تماس مشتری. در نوامبر آن سال، زمانی که گیتس مشغول کار برای سیستم پشتیبانی بود، از مسئول مربوط خواست تا خودش به عنوان مدیرعامل شرکت به تماس‌های ورودی پاسخ دهد. بنابراین هدستی گذاشت و مشغول کار شد. خود را ویلیام معرفی کرد. با مشتری صحبت کرد، جزئیات را پرسید، در قسمت پشتیبانی شرکت جستجو نمود، مشکل مشتری را حل کرد و با تشکر از مشتری به خاطر استفاده از محصولات مایکروسافت تماس را قطع کرد. او در این کار آنقدر موفق بود که طبق وبسایت مایکروسافت آن مشتری دوباره تماس گرفت و تقاضا کرد با فردی به نام ویلیام که به خوبی به سوالات توجه می‌کند صحبت و گفتگو نماید. زمانی که به مشتری گفته شد سوالات وی توسط خود بیل گیتس پاسخ داده شده است، آن فرد حیرت زده شد. بله، شما هم به عنوان یک مدیر ممکن است وقت کافی نداشته باشید، جلسات زیادی پیش رو داشته باشید، قراردادهای زیادی تنظیم کنید، اما آخرین باری که خودتان به تماس مشتری پاسخ دادید چه زمانی بود؟ آیا تا به حال این کار را انجام داده اید؟ آخرین باری که به قسمت‌های مختلف شرکت خود سرک کشیده‌اید چه زمانی بود؟ آخرین باری که با مشتری خود ارتباط برقرار کردید یادتان هست؟ من شخصی را میشناسم که رئیس یک شرکت 80 نفره است. زمانی که مسئول قسمت پشتیبانی مرخصی زایمان گرفت، این رئیس دفتر خود را به آن بخش منتقل کرد تا در آن 6 هفته وظایف آن فرد را انجام دهد. او وظایف مربوط را انجام داد، به مشکلات رسیدگی کرد و حتی مانند بیل گیتس شخصاً به برخی از تماس‌ها پاسخ داد و مشکلات را رفع نمود. طبق گفته خودش در آن 6 هفته بیشتر از کل زمان کاریش درباره شرکت خود اطلاعات به دست آورد. مهمتر از آن، مشتری‌های او این شانس را داشتند که مستقیماً با او ارتباط برقرار کنند و سوالات خود را مطرح کنند. آن 6 هفته روابط او را قوی‌تر نمود و دیدگاه او نسبت به شرکت و مشتری‌ها را تغییر داد. حتی مدیرعامل مایکروسافت هم می‌تواند مانند این فرد گهگاهی به تماس مشتری پاسخ دهد. چرا بقیه نتوانند؟